مثلا یه علت که مردم خیلی بهش اعتقاد دارن و ضرر میزنه، میگن برای ما دعا کنید. آخه میشه یه نفر این همه هم هویت شدگی در مرکزش داشته باشه، درد داشته باشه از جنس رنجش، کینه، نمیدونم خشم، اصلا کاری هم باشه نداشته باشه، بذار همینطوری باشن، بعد بیاد به کسی بگه که خواهش میکنم شما دعا کنید، شما دعا کنید، کاری نداشته باشید، منم هیچ کاری با این مرکزم ندارم. آخه این درسته؟ حالا میایم سراغ یه باشنده دیگه به نام خدا. خدا میخواد، بابا داره میگه هر لحظه من ندا میفرستم، تمام قوامو میفرستم، تمام مهرمو میفرستم، شادیمو میفرستم، میخوام کمک کنم تو از این همانیدگی ها رها بشی. هر لحظه با کنفکان من میخوام به تو کمک کنم. من اصلا قضا رو برای تو، برای این ایجاد کردم، برای همین اتفاقاتو دارم طرح میکنم. بس چی کار دارم میکنم؟ هر لحظه من تو این فکرم، هر لحظه تمام قوامو فرستادم به تو کمک کنن، ولی تو نمیخوای که. اگر میخواستی عزم میکردی.